خب انجین هوندا 70 هست، تایمش زنجیریه، برخلاف هوندا CG125 که تایم موتور به صورت دنده‌ای هست، دنده سر میلنگ و دنده سوپاپ به صورت چرخ دنده‌ای داخل هم فرو میرن، ولی این مدل از موتورها تایمشون زنجیریه و دنده سر میلنگ با دنده سوپاپ به صورت زنجیر به هم دیگه متصل هستن. به خاطر هم به اینا میگن زنجیر تایم یا تایم زنجیری. این مدل از موتورها تایم زنجیری بهش میگن. حالا برای تنظیم کردن تایم این مدل موتورها میخوایم متوجه بشیم که آیا تایمشون درست هست یا درست نیست، یا تایم رد کردن یا تایم رد نکردن. کاری که باید انجام بدیم اینه: از علامت‌های روی فلکه برق، علامت روی فلکه برق و علامت روی دنده سوپاپ استفاده میکنیم. این درپوش سوپاپ رو باز میکنم. یه پیچ اون طرف داره، یه پیچ بلند داره. این درپوش هم به راحتی در میاد. این درپوشش و اینا واشرش و این طرف هم این پیچ بلند که وصل میشه به این قسمت. حالا نمیخوام این انجین رو باز کنم، فقط میخوام در مورد تایمش یه توضیح کوتاهی بدم. فلای ویل رو میچرخونم تا علامت تی روی فلای ویل پدیدار بشه، بتونیم ببینیمش. خب این علامت تی هست. علامت تی رو با این چاک که روی پوسته موتور هست تنظیم میکنم، همراستاش میکنم. این دنده میل سوپاپ هست، به میل سوپاپ متصل میشه. همینجوری که میبینید اینجا زنجیر بهش متصل هست. این زنجیر هم از پایین راه پیدا میکنه به طرف دنده سر میلنگ. خب اینجا هم روی دنده میل سوپاپ یه دونه علامت هست، این علامت و یه نوشته که این میشه علامت روی دنده میل سوپاپ. حالا من تی روی فلکه برق یا فلای ویل رو روی اون چاک یا علامت یا معیار خودش تنظیم کردم. اینجا هم روی دنده سوپاپ باید این دنده سوپاپ علامتش روی چاک یا معیار خودش که روی سرسیلن هست تنظیم بشه. پس به خاطر همین میام یه دور دیگه فلکه برق رو میچرخونم تا این علامت روی دنده میل سوپاپ بیاد به این قسمت قرار بگیره. پس یه دور دیگه باید فلای ویل رو بچرخونم. میبینید که این علامت اینجا قرار گرفت. با چرخوندن یه دوره فلای ویل این علامت اینجا قرار گرفت، اومد بالا. خب این علامت دنده میل سوپاپ شد. اینجا اگه توی تصویر خوب مشخص باشه، این قسمت که دارم بهش اشاره میکنم یه دونه چاک داریم دیگه سرسیلن. کافیه که این علامت روی دنده میل سوپاپ با این چاک همراستا باشه. روی فلای ویل تی باید روبروی اون چاک قرار بگیره. روی دنده میل سوپاپ هم علامت روی دنده میل سوپاپ باید روی این چاک همراستا بشه، با هم دیگه همخونی داشته باشن. تو این حالت میتونیم بگیم که تایم موتور چی هستش؟ درست است. اگر ما فلکه برق یا فلای ویل رو چرخوندیم، علامت تی روی فلای ویل روبروی اون چاک قرار گرفت و علامت روی دنده میل سوپاپ هم، چرخنده میل سوپاپ هم روبروی این چاک بود، یعنی باهاش جابجایی نداشت، همراستا بودن، میتونیم بگیم تایم موتور چی هستش؟ درسته. این هم از یک زاویه دیگه گفتم شاید توی اون زاویه خوب مشخص نباشه. اینجا به خوبی مشخصه که
این علامت روی دنده سر با این چاک این قسمت باید همراستا باشه. اینجا میتونیم بگیم تایم موتور درست هستش. اگر این علامت با این چاک همراستا نبود، الان تی یه مقدار چرخیده، اینجا دقیقاً علامت با این چاک همراستاست. یه مقدار فلایویل رو چرخوندم، الان درست شد. اگر همراستا نبود میتونیم بگیم که تایم موتور رد کرده، حالا یه دندونه، دو دندونه، سه دندونه بستگی داره، یا اگه تعمیرکار موتور رو بسته جمع کرده یا خودتون جمع کردید موتور رو، تایم موتور تنظیم کردید، اگر علامت ها با هم دیگه همخون نداشتن، همراستا نبودن، تایم موتور رو درست تنظیم نکردید، اشتباه تنظیم کردید. پس با این روش میتونیم متوجه بشیم که تایم موتور درست هست یا درست نیست. تی روی فلایویل روبروی چاک و علامت روی دنده میتسوپاب روبروی چاک روی سرسیلن. که استارت خور یا هندل خور موتور زیاد میشه. شما برای اینکه موتور روشن بکنید باید چندین هندل یا استارت بزنید تا موتور روشن بشه. گرم شدن بیش از حد موتور هست. بنزین به جای اینکه تبدیل به قدرت و نیرو بشه، بیشتر تبدیل به گرما میشه و در نتیجه گرمای موتور افزایش پیدا میکنه. بالا نرفتن دور موتور از یه حد خاصی هستش، یا موتور توی دورهای خاصی مثل دور متوسط و دورهای بالا شروع میکنه به ریپ زدن، پس زدن انجین داخل کاربراتور و یا منیفولد هوا و یا داخل اگزوست هستش. گاهی وقتا داخل اگزوست حالت صدای شلیک بلوله رو میشنویم. این به خاطر این هستش که چون تایم موتور رد کرده، تایمینگ جرقه زنی هم باهاش به هم میخوره و بخشی از احتراق یا انفجار داخل اگزوست شکل میگیره. مصرف موتور بیش از حد بالا میره و یا اگر توی بعضی از مدل ها تایم موتور اگر رد بشه، پیستون برخورد میکنه به بشقابک سوپاپ و ساق سوپاپ رو کج میکنه و یا توی مدل های حساس اگر تایم موتور رد بشه، موتور دیگه اصلا روشن نمیشه. حالا اگه شما موتوری دارید که تایمش زنجیری هست، اگر یک یا چند تا از این مواردی که گفتم توی موتور خودتون دیدید، میتونید به این نتیجه برسید که تایم موتورتون رد کرده.